با اطلاع مرکز سیسمولوژی اروپا بحر میان زمین صبح بر وقت امروز در منطقه رشتی تاجیکستان زمین لرزه رخ داد. لرزش زمین ساعت 06:08 به وقت محلی ثبت کرده شده است. گفته می شود زمین لرزه 4 بال بوده در عمق تقریبا 5 کیلومتر رخ داده است. مرکز جمهوری مانیتورینگ پیشگویی سیسمیکی وزارت حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان نیز زمین جنبی تاجیکستان را ثبت کرده است. قید کرده می شود که مرکز زلزله در مسافت 163 کیلومتری جنوبی قوقند ازبکستان جایگیر بود، اما قوه زمین لرزه در قلمرو دولت همسایه احساس کرده نشده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان در این باره تا حال شرح نداده است. درباره تلفات و عاقبت‌های آن نیز گزارش داده نشده است. یادآور می‌شویم که روز 10 ایول در تاجیکستان زمین لرزه مدهش رخ داد. 5 نفر از جمله 4 کودک جان باختند و ده‌ها خانه خصوصی آسیب دیدند. مورد به ذکر است که 10 ایول در 165 کیلومتر شمالی و شرقی شهر دوشنبه، 21 کیلومتر شرق ناحیه رشت زمین لرزه رخ داد که قوه آن در مرکزش 5-6 بال، در شهر دوشنبه 2-3 بال را تشکیل داد. کمیسیون جمهوری حالت‌های فوق‌العاده رسما اطلاع داد که بر اثر این زمین لرزه 5 نفر ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده، 16 نفر مجروح شدند، اما فعلا در بیمارخانه‌اند.